امروز موضوع ما یعنی که وقتی که لیمیت های ما میکشویم قیمتش من قیمتی که تغییر یابنده به اون میل میکند و جای فونکسیا ما گذاشته فونکسیا حساب میکنیم. فونکسیا نامعینی به آمده میرسه. 0 تقسیم 0 نامعینی نمودهای 0 تقسیم 0 یا که عدد یگان عدد تقسیم 0 یا که بی آخر تقسیم بی آخر و ها کذا میخواد نمودهای نامعینی به بیادگر چیکار میکنیم؟ این نمودی نامعینی به بیا چیکار میکنیم؟ این خیلی آیا حدود دارد و همین حدود چه خیلی کرده میابیم بچه ها؟ این به بسیار متدهای تبدیلیه استفاده میبریم. متدهای تبدیلیه. حاضر فکر شما با کدام متد استفاده برده میتونید؟ متدی ما امروز استفاده بردگی ما بچه ها متدی ضرب شونده ها به جدا کردن. ضرب شونده ها به جدا کردن. این تماشا کنید. لیمیتی x به 3 معرفت بگینده اگر ما سرعتی کسر و ضرب کننده ها جدا کنیم یاد کننده همین 3 اعضایی کوادراتی چخیل ضرب شونده ها جدا میکنیم. من این خیلی بودم بچه ها ax کوادرات جمع bx جمع 3 برابری 3 a ضرب x مینوس x 1 x مینوس x 2 همین خیلی بود می؟ ببینید من 3 اعضایی کوادراتی چیزی رو جدا کنیم ضرب کننده ها ضرب شونده ها ما چیکار کنیم جدا کردیم. عیناً همین خیلی کردم این چیز ضرب کننده ها جدا کنیم. اگر نگاه کنید ریشه این معادله کدام ها هست؟ معادله ساده 2 و 3 هم 2 کره 3 6 میشه 2 جمع 3 5 میشه. همین خیلی بنابراین اگر ضرب کننده ها رو جدا کنیم x1 و x2 x1 2 x2 چند 3 ضرب کننده ها رو جدا کنیم 3 میشه x مینوس 2 x مینوس 3 میشه 3. پایانیش فرمی میشه؟ بله پایانیش فرمی a کوادرات مینوس b کوادرات یعنی که x مینوس 3 یا x مینوس 3 میشه. در نتیجه چیزها اختصار میشه بچه ها x مینوس 3 و x مینوس 3 اختصار میشه میماند چیزه لیمیتی هنگامی x به 3 میل کردن x مینوس 2 و x پلوس چیزه 3 انا اکنون قیمت تغییر یابنده و فونکسیا گذاری مگر چی میشه؟ 1 تقسیم 3 مینوس 2 3 پلوس 3 1 تقسیم چند بوده؟ حدود داشته است؟ حدودش چند بوده است؟ دیدیم ما این نامعینه چخیل گذاشتیم. دیدید نه؟ چخیل کردن ما از نامعینه گذاشتیم. همین که این یکی از نمونه ها تا این روز آموختگی اصول ها ما همش اصول های تبدیلی های بچه ها استفاده کنم میگیرید و ضرب کننده ها جدا میکنید و یکان درجه تقسیم کرده میگیرید یا دیگر فرموله میبیارید اختصار میکنید کسر چند کسر رو جدا میکنید و غیره ها هر کس موافق استعدادش جدا میکنند و همین لیمیت های چا میکنیم حساب میکنیم. امروز موضوع ما همین چیز حاضر من شما به همین موضوع رو مثال میتونم. تمام.